پس صحابه گفتن حضرت جان رفیقای تو کیان؟ گفت حالا پیدا نشدی. حضرت دوباره سوال کردن که حضرت جان اونو پیدا نیستن، چه خیلی میشناسیشون؟ حضرت گفت یک انسان 100 تا اسب سیاه داشته باشه، یک تا اسب پیشانی قشقه، الا یعرف خیله، آیا اسب نمیشناسه؟ میشناسن. حضرت جان گفتن همونی که ما آرزو دارم ببینیمشون در این دنیا دیداری او برای من نصیب نمیشه. فانهم یاتی یوم القیامه. حبیبی خدا میگم من همون جوان مردایی که آرزو دارم کاش که ببینم در این دنیا دیدشون نمیتونم، در روز قیامت میبینمشون. و انا فراتهم علی الحوض. من پیشوازی او میبرم در حوض کوثر انتظارم. برادر فرات میدونی چی میگن علما؟ وقتی ماشین شاه عروس میاد کودک دویده شادی کرده میروه، حبیب خدا میگه من پیش پیش اهل جنتیم تا دویده میروه. آرزو داره و هر کسی بخواهد که حبیب خدا روز قیامت پیشوازش بگیره، از ما بگم 1 میلیون قرض میکنین صرف میکنین، 1 میلیون هم در کار نیست، یک قرابه آب طهارته که 2 روبل هم قدر نداره. اگر هر کسی طهارت میکنه در جای دستها اعضای طهارت میکنه اگه آب میرسه نور بالای نور میشود و حبیب خدا میگونه جوان مردار انتظار است. برادرو خدا هر کس هم اجازت نمیده که رو پروش بستی و دستات هم برداری و بگوی الله اکبر و بعد از اون سبحانك اللهم بخوانی و بعد از اون اجازت بده و بگوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. همین خاطر برادرو پیامبر صلی الله علیه و سلم آرزو کرد کاش من و شما رو ببینم، کاش که این آرزو ما میکردیم یک بار پیغمبر تمی دیدیم. یا الله خدای در این دنیا ما را رفیقی با پیغمبرت نصیب نکردی، پیروی رو نصیب. خدای پیغمبرت آرزو کرده بود کاش که یک بار ما را میدید. اگر پیغمبرت میدونست ما خود گناه میکنیم شاید آرزوی دیداری ما را نمیکرد. یا ربی خدای با کمبودی ما نگاه نکن، با بزرگی و آرزوی پیغمبرت نگاه بود. یا الله یا ارحم الراحمین. پیغمبرت اگر حالا میشی موقعی برادر شاید چشممون طاقتی تماشاش نداشت، شاید قلبمون از حرکت میموند. خدای روز قیامت ما را چشم بده، قلب بده، طاقتی دیدار خودت حبیبت باشد. خدای خودت وعده کردی که جنتی ها هر خواهشی داشته باشن اجرا میشه. خدای اگر در تقدیر ما جنت باشه یک خواهش داریم ما را با همین برادرامون جنت ببر یا ربی. خدای اگر در تقدیر ما جنت هست روز قیامت ما را اجازت بده با محمد صلی الله علیه و سلم صحبت کنیم و با او درد دل بکنیم و علم ها و شکایت های درد دل با محمد علیه و سلام بگیریم و ایران توفیق بده بگیم که محمد ما تو را دوست می‌داریم، از پدرمون هم زیاد، از مادرمون هم زیاد، حتی از جان خودمون هم زیاد دوست می‌داریم. پروردگار ما ایمان داریم چگونه که برادرها را پدرشون از این دنیا بردی ما را هم روزی میبری. هیچ کس نیست که بین ما ترجمان باشه. خدای دا روز ما را تنها مگذار. خدای ما ایمان داریم ما را سوال میکنی جواب میکنی. اگر سوال جواب میکنی به رحمانیت سوال بکن، به قهاری و غضابیت سوال نکن. خدای ما در همین دنیا اقرار میکنیم که گناهی بسیار داریم، هیچ عمل نداریم. اگر پیش تو میریم یک خواهش و آرزو ختم میریم، رحمت و شفاعت حبیب. خدای روز قیامت در بین مردم ما را از گناهامون نپرس. خدای اگر سوال میکنی به رحمتت سوال بکن، اگر به سوی ما قهر و غضب کردی ما از رحمتت سوال میکنیم، اگر عیبهامون آشکارا کردی از ستوریت سوال میکنیم. رحمت الله. خدایا عالمات گذشتش رحمت مخیر باقی مانده عالمات خدای عمر دراز، صحتی، سلامتی، الفت و مهربانی و یکدیگر فهمی را بین همه عالم خصوصا عالمای تاجیکستان و بین همه مردم خصوصا مردم تاجیکستان نصیب بگردد. خدا عالمات فراموش نکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال عجیبی کرده، همه اصحاب بودن. رسول الله سوال عجیب کرد که امروز کدام شما جنت رفت؟ تصور بکنید که کی در دنیا جنت میره و میآید. جای ابوبکر صدیق است، عمر فاروق است، عثمان است، علی، همه خاموشند مگر عبدالله خرسال میگه انا یا رسول الله امروز ما جنت رفت. رسول الله تعجب میکنه، عبدالله خرسال میگه امروز ما جنت رفتم و آمدم. و سوال دوم حبیب خدا است که آیا یگان تا شما از میوه های جنت خورد؟ همه خاموشند
عبدالله ابن عمر میگه انا یا رسول الله، حضرت جان این روز ما از میوه‌های جنت خوردم. حضرت عمر میگه عبدالله از تو کلانا خاموشن، چرا گپ میزنی؟ و سوال سوم، آیا این روز کسی از آبهای جنت نوشید؟ عبدالله میگه انا یا رسول الله، حضرت جان نه. حضرت سوال کردن یا عبدالله کیف دخلت الجنه و اکلت و شربت من میاه، این روز چخیر جنت رفتی و چخیر از آبهاش خوردی و از میوهاش خوردی؟ و حضرت جان این روز قرآن میخوندم، وصف جنت خوندم، والله حالی هم پرنده های جنت فریاد دارن، صداش در بیخ گوشم هست. و حضرت در قرآن این روز درباره وصف میوه های جنت خوندم، حالم لذتش از دهی من نرفته. و در وقت باره آبهاش خوندم، حالی هم شیرینیش از حلق من پایان نشده است. قرآن باید انسان به این باوری بخواند. سوره مبارکه اذا شمس کوورت و عمه و اذا زلزلت نازل شد، روز سیدنا ابوبکر گفت حبیب خدا نگاه میکنم کمرت شکسته، میانت خم شده، مسافر شدی. گفت ابوبکر از زمان خداوند سوره عمه و اذا شمس کوورت و سوره اذا زلزلت نازل کرد، این سوره ها کمر مرا شکستند. و سوره مبارکه اذا زلزلت نازل شد، یک جوان 3 روز بیرون نبرآمد. گفتن حضرت جان همین جوان 3م روز است از خانه بیرون نمیشه. حضرت خبرگیریش رفتن جوان خواب است و گفتم قل یا بنی لا اله الا الله، بچه جان یک بار لا اله الا الله بگو. و گفت من نهشه بنده. گفتن چرا حضرت جان؟ گفت سوره اذا زلزلت جگر او پاره کرده است. اما ما شما قرآن میخونیم، اگر یک قاری خوب بخونه اهمیت میتیم، اگر کمی قاری آوازش میسکیم مدغل باشه اهمیت نمیتیم، به خاطر آواز شده به سخن خالق خود اهمیت نمیتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نمونه برای ما و شما بودن و تا این روز نمونهش الحمدلله مانده است و رفته است. سیدنا عمر 3 قصه یا 4 قصه، وقت زیاد اونو نمیگیرم، پیش از اسلام شد بکنم و بعد از اسلام عمر چگونه عمر شد. حتی حضرت عمر میگه روز حبیب خدا مرا زوره کرد، حالی من میگه ایمان آورده بود. گفت ابن خطاب، بچه خطاب دنبال ما بسیار نگرد، یه لحظه اگه مرا تنها موند، ما 2 رکعت نماز بخونم. و روزی میگه ما دیدم محمد نماز خوندسته، با دیلم گفتم این شاعر بی، حالا با زبان حرف نزدم، با دیلم گفتم این شاعر بی شعر خوندسته. همون حالت میگه حبیبی نازنین در نماز هم آیه مبارکه را خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم و ما هو بقول شاعر، سخنهای محمد سخنهای شاعرانه است. میگه گفتم این فالبین بوده، مرا فهمید. میگه دویم جمله را خوان و ما هو بقول کاهن، سخنهای حبیب خدا سخنهای فالبینا هم نیست. میگه والله گفتم این مرد کسی از صاحب داره، ما فکر کردم ملکه جواب ما گرفتم، اگرچه 6 سال بعد میگه من مسلمان شدم. و روزی میگه یک زن دیدم در راه میرفت، گفتم مادر کجا میری؟ گفت عمر تو مسلمان نشدی، سرزمین خدا بسیار است، میرم یک سرزمین دیگه. گفت در پناه خدا باشی. زن وقتی که از زبانی عمر نام خدا را شنید از سفر گشت. گفت مردک جان حیده مبته که عمر نام خدا را میگیرد. گفت زن خوب ساده هستی، والله خیلی با بی عمر مسلمان میشه، عمر مسلمان نمیشه. میبینی؟ و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شبی از شبها به نزد خانه ابو جهل و عمر گذشت و دستی مبارکم بالا کرد و گفت خدایا اسلامی مرا زینت بده به احد عمرین، یا عمر مسلمان بکن یا ابو جهل. یکم جمله دعا و جمله دوم چی بود که خدای عظیم ده کدام میشه دوست می‌داری، یتش مسلمان کن. و وقتی که برادر حضرت علی جعفر هجرت کرد، عمر بسیار ناراحت شد و خنجرم کشید و وقتی که عمر خنجر میکشید تا به مقصد نمیرسید، دوباره در غلاف نمیماند و قصد کرد که میرا محمد نازنین میکشد و در راه هم میآمد و سوالش هم کردن کجا میری؟ گفت محمد بن عبدالله را از بین میبرم و از اولاد عمر را از بین میبرن، برابر میشین و باقی مانده مردم عرب آرام باشند. گفتن اگر مسلمان کشی برای خواهر خودت و یزنت، حالا خباب دستشون داده است تا اینجا بروند تا بریم حبیب خدا را آگاه بکنیم. صحابه دویده میره، حضرت جان عمر اومده و اون خنجر هم در دست. حضرت اهمیت نمیده، صحابه حیران است، عمر اومده است.
فقط حمزه گفتن اگر میبینیم نیت عمر خیر است خیر، اگر نیتش خیر نباشه پاره پارهش میکنه. اما حبیب خدا بی‌پروا بودن. اصحاب نمیدونستند که همون شبی که عمر قصد کشتن کرده است رسول الله قصد دعا کرده و گفتن وقتی عمر میآید حضرت یقین کرد که دعاش در حق حضرت عمر قبول شد و مجرد در آمدن حبیب خدا را آغوش کردن و بیعت کردن و سوال عجیب هم کردن حضرت جان ما حقیم اون مشرکا. گفت ما پس چرا خاموشی؟ از زمانی که اسلام آشکارا دعوت شد اسلام آوردن حضرت عمر است. روز هم حضرت عمر هم تو به ناله حبیب خدا را نگاه میکرد. رسول الله سوالش کردن عمر چرا ناراحتی؟ گفت حضرت جان همه کارهای پیش از اسلام مرا ناراحت میکنه. گفت کدام؟ گفت خودت میدونی که عادت ما بود که دخترها را زنده به زنده زیر خاک میکردیم. از اون جمله ما هستم. گفت 20 تا دختر زیر خاک کردم. از همین 20 تا 17 تاش ای خدم نیست و از همین 17 تا 3 تاش ای خدمه و 3 تاش هم دو تا اولش در پروانه دارم. دخترچه سوم دست گرفتم صحرا میرفتم. دخترچه با ما ناز میکرد که با پدر استراحت رفته. گرگیردی پدر دور میزد. وقتی قبرش میکردم خوکا در ریشای ما میچسبید میومد از ریشای ما جدا میکرد و موندم داخل چیزی با سنگ وزبین زدم ناله کرد پدر جان من چی گناه کردم که این کارا نسبت من بود. هر جایی که همین قصه در میومد حبیب خدا میگفت اعید یا عمر. عمر قصه تا یه بار دیگه سر بکرد. گفت عمر اگر مسلمان نمیشیدی آتش دوزخ انتظار